بله، توی فصل دوم که ما با استاتیک ذرات سر و کار خواهیم داشت، با معادلات در حقیقت نیرو، تعادل نیرو سر و کار خواهیم داشت، زیگما fx، زیگما fy و زیگمای fz، حالا برای سه‌بعد. با مفهومی به اسم دیاگرام جسم آزاد توی دوره دبیرستان احتمالاً یه آشنایی دارین، ولی اینجا راجع بهش صحبت خواهیم کرد. دیاگرام جسم آزاد و مفهومش رو به صورت کاملتر براتون توضیح داده خواهد شد و در حقیقت یکی از مسائل اساسی که اینجا یاد خواهیم گرفت تعریف بردار با استفاده از زاویه و با استفاده از دو نقطه ابتدا و انتهاست که این رو در حقیقت یاد خواهیم گرفت برای اینکه ما مسائل سه‌بعدی رو بتونیم حل بکنیم. یه سری تعاریف رو من این اول کار باید بگم. بعضی از اینها براتون واضح هست، ولی به هر حال سعی بکنین که با دید دیگری بهش نگاه بکنین، از اون دید دبیرستان خودتون رو جدا بکنین و سعی بکنین که با دید مفهومی تری به این مطالب در حقیقت نگاه بکنین. راجع به هدف این فصل گفته که ما آثار نیرو رو میخوایم بررسی بکنیم توی محیط دو بعدی و سه بعدی. با دیاگرام جسم آزاد هم آشنا خواهیم شد، اینا رو خدمتتون توضیح دادم. اما راجع به مفاهیم ببینیم. نیرو تعریفی که براش داریم به این صورت هست که تأثیر یک جسم بر روی جسم دیگر رو میگیم. این نیرو رو ما با چی در حقیقت بیان میکنیم؟ با نقطه تأثیر، اندازه، راستا و جهت. خب این چهارتا مشخصات یک کمیت برداری هست، یعنی نیرو رو ما به عنوان یک کمیت برداری میشناسیم. حالا جلوتر خواهیم دید ما یه سری از کمیت ها رو داریم برداری نیستن. نیروی وزن رو بخوایم بگیم کمیت برداریه، ولی خود مقدار جرم، مثلا جرم رو بخوایم بگیم، جرمش دیگه راستا و جهت نداره. پس ما نیرو رو به صورت با این 4 تا مؤلفه تعریف کردیم. توی این شکل هم دوستان در حقیقت دارن این رو میبینن که ببینین اولا مقدار داره 10 پوند، نقطه تأثیرش نقطه آ هست، راستاش رو با این 30 درجه مشخص کردیم و جهتش هم با این فلش در حقیقت نشون میده که به سمت شمال شرقی هست. میتونست فلشش برعکس باشه، به سمت جنوب غربی باشه این نیرو، یعنی از لحاظ جهت میتونه راستا و جهت رو با همدیگه تفاوتش رو متوجه بشیم. ببینید راستا این خطچینی هست که اینجا برای شما ترسیم شده، راستای نیرو هست و جهت نیرو روی این راستا به سمت راست یا به سمت چپ بودن رو میگیم راستای جهت این نیرو. خب گفته آزمایشات نشان میدهد که تأثیر ناشی از دو نیروی اعمال شده به یک نقطه با تأثیر برآیند دو نیرو یکسان خواهد بود. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه الان ما یه سیستم نیرویی مثل این دوتا نیروی پی و کیوی که اینجا داریم میبینین اگر داشته باشیم، داره به نقطه آ داره اثر میکنه. ما اگر این دوتا بیایم برایندش رو حساب بکنیم که برایندش شده این نیرویی که به رنگ آبی توی شکل پایین در حقیقت داریم ملاحظه می‌فرماییم. اگر این دوتا نیرو رو از روی این جسم آ یا نقطه آ ما برداریم و بیاییم این نیروی آبی رنگ رو بذاریم روی این نقطه یا جسم، در حقیقت همون اثر رو که این دوتا بردار داشتن این باید
ایجاد بکنه. خب حالا میخواد قانون متوازی الاضلاع رو توضیح بده. گفته در صورتی که نیروهای مذکور را در ساقهای یک متوازی الاضلاع قرار دهیم، بردار برآیند بر روی قطر مابین دو ساق، یعنی قطر بزرگتر قرار خواهد. البته قطر بزرگتر که نگیم، ممکنه حالتی پیش بیاد که قطر کوچکتر باشه. روی مابین دو ساق یعنی قطری که بین این دوتا ساق هست، این رو میگیم بردار برآیند. این آری هم که حالا اینجا دارین ملاحظه میفرماییم و بعداً هم بردار برآیند رو با حرف آر نشون خواهیم داد، ابتدای کلمه ریزالتنت یا برآیند هست که به عنوان در حقیقت نشون دهنده این بردار برآیند استفاده خواهیم کرد ازش. خب من مطمئنم دوستان همه اینا رو از قبل میدونم، مشکل خاصی ندارم. کمیت اسکالر راجع بهش صحبت کردیم. کمیتیه که دارای اندازه هست ولی فاقد راستا و جهت و نقطه تأثیره. مانند جرم توضیح دادم، گفتم که جرم یک جسم رو ما دیگه نمیگیم تو کدوم جهت، تو کدوم راستا. حجم یک جسم یا انرژی که در حقیقت یه ماده داره و سایر موارد. کمیت برداری رو راجع بهش صحبت کردیم. مثالهای دیگهش جابجایی، سرعت و شتاب هستن. خب اما انواع بردار، خواهش میکنم این مورد رو یکم دقت بکنیم. دوستان بعضن توی این مورد به مشکل برمیخورن. ما 3 نوع بردار خواهیم داشت. اولین نوع بردار که شما بیشتر باهاش آشنایی دارین بردار مقید هست. این بردار مقید دارای نقطه تأثیر ثابته. یعنی از این نقطه برداریم یه جای دیگه بذاریم، دیگه اون اثر اصلی خودش رو نخواهد داشت و اثرش رو از دست میده. مثلا این نیرویی که رسم شده رو نگاه بکنید، نیرویی که توی نقطه آ داره اثر میکنه، چون نقطه تأثیر داره یعنی تو نقطه آ اثر کرده، ما اینو از اینجا برداریم تو نقطه دیگه بذاریم، این دیگه تأثیر خاص خودش رو نخواهد داشت. برداری هست که حتما باید توی این نقطه اعمال بشه، جای دیگه ما نمیتونیم این رو اعمال بکنیم. ما توی این درس با بردارهای لغزان سر و کار خواهیم داشت و بردارهای آزاد که حالا الان توضیح میدم. بردار آزاد برداری هست که اصلا نقطه تأثیر مشخص نداره، آزادانه تو فضا میتونیم حرکتش بدیم. یعنی مثلا فرض کنین محورهای مختصات x و y به این صورت هست، x و مثلا یه برداری توی نقطه 1 و 1 داره اثر میکنه، یه برداری توی نقطه 1 و 1 داره اثر میکنه. اگر شما میتونین این رو وردارین بیارین توی یه نقطه دیگه ای، این بردار رو ببینین راستاش عوض نشده، زاویه و جهتش حفظ شده، ولی نقطه تأثیرش رو عوض کردم. مثلا آوردم توی نقطه 3 و 2 قرارش دادم. خب اگر ما میتونیم این کار رو انجام بدیم، به این بردار میگیم بردار آزاد، یعنی آزادانه تو فضا میتونه حرکت بکنه. معمولاً بردارهای ما به این صورت نخواهد بود، یعنی به صورت آزادانه نمیتونیم اینها رو حرکت بدیم. حالا تو فصل بعدمون خواهیم دید ما بخوایم این بردار رو به صورت آزاد حرکت بدیم، مفهومی به اسم لنگر پیش خواهد اومد و یه لنگری رو در حقیقت ایجاد خواهد کرد این کار ما. حالا این بمونه برای فصل بعد، حرکت آزاد بردار بمونه برای فصل بعد، ولی توی این فصل ما بیشتر با بردارهای لغزان سر و کار خواهیم داشت. بردار لغزان چیه؟ بردار لغزان
برداری هست که نگاه بکنین، من اگر یه خط تأثیر داشته باشم که روی این خط تأثیر یه برداری داره اثر میکنه به این صورت، خب اگر روی این خط تأثیر بردار رو بتونم حرکت بدم، یعنی بیارم جلوتر یا ببرم عقبتر این نیرو رو، خب به این بردار میگیم بردار لغزان، یعنی میتونه رو خط تأثیر خودش بلغزه جلو و همون اثر رو داشته باشه، هیچ تفاوتی نکنه. مثلا چطوری؟ ببینین، نگاه بکنین، من یه ماشین دارم، حالا یه جعبه دارم، میخوام این جعبه رو هلش بدم. خب الان این که من بیام یه طناب ببندم اینجا و این رو راجع به این فصل بعد صحبت خواهیم کرد، راجع به این مفهومی که الان دارم میگم فصل بعد صحبت خواهیم کرد. من بیام این در حقیقت جعبه رو یه طنابی بهش ببندم و با این طناب این رو بکشم با این نیروی تی. خب این نیروی تی در حقیقت نگاه بکنین، من هر جای این طناب رو ببرم، خب هر جای این طناب رو ببرم میتونم این تی رو ببینم. یعنی الان درسته تی داره توی این نقطه اثر میکنه، ولی من میتونم این طناب رو یکم جلوتر ببرم، این تی رو بلغزونم در راستای این طناب، بیارم و یکم عقبتر این رو نشون بدم. حتی میتونم ادامه این طناب رو هم حذف بکنم، خود تی رو بیارم به این جعبه اثر بدم. و حتی حالا فصل بعد راجع به این صحبت خواهیم کرد، من میتونم این تی رو بیام مثلا این جعبه رو از وسطی دسته ای اگر نصب باشه روش، بیام از اینجا حرکت بدم، یا اصلا بیام از این سمت پشت این جعبه این رو با فشار دادن بخوام حرکتش بدم. پس دیدیم که این نیروی تی اگر روی این در حقیقت خط تأثیر بلغزه، همون اثر رو برای این جعبه ایجاد خواهد کرد. بنابراین ما میتونیم این نیرو رو در راستای خط تأثیر خودش بلغزونیم و همون اثر رو ازش انتظار داشته باشیم. بردارهای مساوی، ما به برداری میگیم مساوی که اندازه، راستا و جهتشون با هم دیگه برابر باشه، یعنی نقطه تأثیرشون فقط متفاوته. نگاه بکنین، این دوتا برداری که اینجا برای شما کشیده شده دوتا بردار مساوی با هم هستن. اولا موازیان، یعنی چی؟ یعنی راستاشون با هم دیگه برابره. دوما هر دوتا به سمت راستن، یعنی جهتشون با هم دیگه برابره. و نهایتا اندازهشون هم با هم دیگه برابر هست، اندازهشون هم با هم. بنابراین این سه تا پارامتر با هم دیگه یکی باشه، ما میگیم این بردارها مساوی هستند. بردار قرینه چی هست؟ دو تا شرط داره، اندازش و راستاش. جهتش باید عکس باشه، یعنی ببینیم موازیان، راستاشون با هم یکیه، اندازشون هم یکیه، ولی جهتشون متفاوته و این میشه بردارهای قرینه. یادتون باشه جمع دو تا بردار قرینه با هم دیگه صفر میشه، اثر همدیگه رو خنثی میکنن. خب راجع به قانون متوازی الاضلاع براتون صحبت کردم. میگه در صورتی که دو نیرو را در ساقهای یک متوازی الاضلاع قرار دهیم، بردار برآیند روی قطر مابین دو ساق قرار خواهد گرفت. قانون مثلث چی هست؟ قانون مثلث میگه در صورتی که نیرو را پشت سر هم رسم کنیم، یعنی ببینین این قانون متوازی الاضلاع رو که براتون توضیح دادم، این قانون متوازی الاضلاع بود. قانون مثلث این پایینیه هست.
میگه در صورتی که دو نیرو را پشت سر هم رسم کنیم. نگاه کنید از نقطه آ اول اومده بردار پی رو رسم کرده، مثلا رسیده به نقطه B. بعد از نقطه B بردار Q رو رسم کرده، رسیده به نقطه C. خب حالا چی؟ میگه بردار برآیند ضلع متصل کننده نقطه ابتدا به نقطه انتها خواهد بود. ابتدا یعنی نقطه A رو وصل کن به نقطه C، نقطه انتها. این بردار میشه بردار R، بردار برآیند یا همون P به علاوه Q که میبینیم با این نتیجه نهاییش، با این روش متوازی الاضلاع که بالا رسم کردیم با هم دیگه یکیه. دوتا بردار مساویان، چه از روش متوازی الاضلاع چه از روش مثلث ما میتونیم حاصل جمع رو به دست بیاریم. خب شکل پایین چی میگه؟ شکل پایین هم در حقیقت بیان کننده این هست که ترتیب دوتا نیرو مهم نیست. یعنی چه ما بگیم P به علاوه Q، چه بگیم Q به علاوه P، هر دوتا عین هم خواهد بود. ببینید دوتا بردار مساوی هم به دست اومده، فرقی نداره اول P رو رسم بکنیم بعد Q رو، یا اول بکنیم بعد P رو، تفاوتی نخواهد داشت. خب مورد بعدی که راجع بهش صحبت خواهیم کرد قانون کوسینوس هست. قانون کوسینوس در حقیقت بیان کننده مقدار جمع برداری هست. میگه اندازه بردار برآیند به توان 2 مساوی هست با دوتا بردار رو وقتی داریم جمع میبندیم P به توان 2 به علاوه Q به توان 2 منهای دوتا PQ کوسینوس زاویه بینشون، کوسینوس B که حالا زاویه بینشون هست. ببینیم ما همیشه این زاویه B که اینجا داریم، زاویه B باید دوتا بردار پشت سر هم رسم بشن بعد اون زاویه بینشون به دست بیاد. یعنی قانون به این صورت هست که باید این دوتا بردار پشت سر هم رسم بشن بعد اون زاویه بینشون باید به دست بیاد. خب از این قانون استفاده خواهیم کرد. حالا تو مثال هایی که بعداً خواهیم داشت نحوه استفاده از این رو دوستان خواهند دید. قانون سینوس ها برای حالتیه که 3 تا نیرو در حقیقت داره اثر میکنه روی یه نقطه. میگه راستای بردار برآیند از رابطه زیر تعیین میشود. ما وقتی ببینین مثلا 3 تا نیرو داریم که P Q هستن به این صورت. خب این 3 تا رو ما میتونیم بیایم به صورت یه دونه در حقیقت قانون سینوس ها بنویسیم، بگیم که سینوس زاویه، حالا اونجا خدمت دوستان خواهم گفت ما اول باید بیایم این رو به صورت یه جمع برداری بنویسیم. یعنی اول P رو رسم بکنیم بعد Q رو پشت سرش رسم بکنیم Q و بعد R رو رسم بکنیم R. خب الان اینجا توی این مثلث 3 تا زاویه پیدا میشه. میگیم این قانون سینوس ها به این صورت هست که حالا یا میتونیم همینی که اینجا نوشته شده من دارم دورش خط میکشم رو استفاده کنیم یا برعکسش رو هم میتونیم استفاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم ببینیم به این صورت نیروی Q تقسیم بر سینوس زاویه روبروش، سینوس حالا اینجا گفتیم A، یعنی الان این Q باشه زاویه A میشه
حالا من اینجا رأس آ رو مشخص میکنم. زاویه آ میشه همین زاویه‌ای که روبروی نیروی کیو هست. به این صورت خب این مساوی خواهد بود با آر تقسیم بر سینوس زاویه روبروش، سینوس بی. آر بردار آر تقسیم بر سینوس زاویه روبروش، پس این نقطه نقطه بی خواهد بود به این صورت. و سینوس حالا نیروی پی تقسیم بر سی که این سی زاویه روبروی نیروی پی خواهد بود. ببین نیروی پی توی شکل این نیرو هست، زاویه روبروش این زاویه‌ای هست که اینجا براتون مشخص کردم با سی. خب حالا این به چه دردی میخوره؟ ما از این در حقیقت میتونیم استفاده های متعددی بکنیم. جایی که سه تا زاویه رو میدونیم، یعنی نحوه قرارگیری این سه تا رو میدونیم، با مشخص بودن یکی از این نیروها میتونیم دوتای دیگر رو به دست بیاریم. دوتای دیگر رو از اینجا میتونیم به دست بیاریم. یا مثلا توی این حالت نیروها مشخص باشن، زوایا رو میتونیم به دست بیاریم. نیروها مشخص باشه، یکی از زاویه ها رو داشته باشیم، دو تا زاویه دیگه قرارگیری رو ما میتونیم به دست بیاریم. حالا مسائلی که با این حل میشه رو یکم میریم جلوتر دوستان خواهند دید. کتابتون خیلی علاقه داره که از این روش، از قانون سینوس ها استفاده بکنه. کتاب رو باز بکنیم مسائل خیلی زیادی رو با این قانون سینوس ها براتون حل کرده. جلوتر بریم من براتون توضیح خواهم داد. یه جاهایی این قانون باعث اشتباه دوستان میشه، مشکل به وجود میاد و به خاطر همین من خودم بیشتر علاقه دارم با زیگما مساوی صفر. حالا جلوتر اینا رو براتون توضیح خواهم داد. همینجا میگم یه تذکری بشه، جلوتر هم توضیح خواهم داد. من خودم ترجیح میدم به جای استفاده از روش قانون سینوس که راحت تر هست ولی اشتباه استفاده بکنین، یعنی دقت نکنین، میتونه شما رو به اشتباه بندازه. ولی این قانون زیگما اف ایکس مساوی صفر و زیگما اف وای مساوی صفر هرچند یکم طولانی تر هست ولی احتمال اشتباه درش پایین هست. به خاطر همین من دوستان رو توصیه میکنم، حالا جلوتر هم رفتیم، توصیه میکنم مسائلی که کتاب با این قانون سینوس ها حل کرده شما با زیگما اف ایکس و زیگما اف وای مساوی صفر حل بکنید، ببینین آیا درست به دست میاد یا نه. بحث بعد جابجایی پذیری قانون جمع. توضیح دادم براتون که پی به علاوه کیو و کیو به علاوه پی با هم دیگه تفاوتی ندارن. و نهایتا تفریق بردارها. ما برای اینکه دو تا بردار رو تفریق بکنیم، ببینید شما تو دوره دبیرستان یا راهنمایی اصلا قانون تفریق رو داشتیم. میومدین میگفتیم مثلا اون یکی قطره این متوازی الاضلاع میشه، مثلا تفریق این دوتا، نمیدونم تو مثلث یه کارایی میکردیم. ولی اینجا برای تفریق بردارها ما قانون مجزا نداریم، از همون قانون جمع استفاده خواهیم کرد. نگاه بکنید، میگیم پی منهای کیو مساوی هست با پی به علاوه منهای کیو. خب این همونه دیگه. پس ما داریم استفاده میکنیم از قانون جمع بردارها، یعنی همه اون چیزایی که تا الان گفتیم. فقط اینجا اول باید کیو رو قرینه بکنیم، اول کیو باید قرینه بشه، بعد قرینش رو جمع بکنیم با پی. نگاه بکنیم کیو رو
میایم قرینه میکنیم، این میشه منفی Q. حالا این دوتا رو با هم جمع میبندیم. نگاه کنین P رسم شده، پشت سرش منفی Q رسم شده و ابتدا رو به انتها وصل کردیم که بردار برآیند رو تونستیم به دست بیاریم. اما جمع چند تا بردار، ما بخوایم چند تا بردار رو با هم دیگه جمع ببندیم، مثلا 3 تا بردار P و Q و S رو میخوایم با هم دیگه جمع ببندیم. برای این کار میایم دوتا اینا رو جمع میبندیم. میگیم اول P و Q رو جمع ببندم، مثلا به این بگم R1. خب P و Q رو که میتونم جمع ببندم، بهش میگم R1. بعد R1 رو جمع ببندم با S و بهش بگم R کلی. نگاه کنین اینجا همین حرف رو داره توضیح میده. میگه میتونی اول P و Q رو جمع ببندی، وقتی پرانتز میذاره یادتون باشه اولویت همیشه تو روابط با داخل پرانتزه. وقتی این عبارت رو دیدین اول باید برین داخل پرانتز رو حل بکنید. پس میگه اول P و Q رو با هم جمع ببند، یه برداری به دست میاد، حاصلش رو جمع ببند با S. خب به جای این کار میتونی بیای اول Q و S رو با هم دیگه جمع ببندی، بعد P رو با حاصل این دوتا مجموعش بکنی. شکل رو نگاه بکنین، توی شکل P رسم شده، پشت سرش Q رسم شده، پشت سرش S رسم شده. شما میتونین بیاین Q و S رو اول با همدیگه جمع ببندید که حاصلش شده این بردار آبی رنگ Q به علاوه S که اینجا دارین ملاحظه میفرمایید. بعد دیگه انگار که Q و S موجود نیست، P رو با این Q جمع میبندیم که حاصل نهاییش میشه P رو با این Q به علاوه S جمع ببندیم، ابتدا رو به انتها وصل میکنیم، حاصل نهایی این جمع میشه P به علاوه Q به علاوه S. این برداری که پایین دارین ملاحظه میفرمایین، همین بردار. خب اما کار از این هم راحت تر هست. چطوری؟ نگاه بکنین یه قانون چند ضلعی میاد. میگه در صورتی که چند نیرو را پشت سر هم رسم کنیم، مثل این P و Q و S. ببینیم بردار P رو رسم کردیم، از انتهاش Q رو رسم کردیم، از انتهاش S رو رسم کردیم. میگه بردار برآیند ضلع متصل کننده نقطه ابتدا به نقطه انتها خواهد بود. نقطه ابتدا A وصلش میکنیم به نقطه انتها، این میشه بردار برآیند همه این نیروها، هر چند تا باشه، 10 تا 20 تا هر چند تا باشه، حاصل جمعشون میشه نقطه ابتدا وصل به نقطه انتها. خب این هم از قانون چند ضلعی. حالا بعداً از این یه استفاده خیلی مفیدی هم خواهیم کرد. خواهیم گفت که اگر چند تا بردار رو پشت سر هم رسم بکنیم، بعد این نقطه انتها بیاد بیفته روی نقطه ابتدا، یعنی چی؟ یعنی این یه چند ضلعی بسته بشه. مثلا 4 تا نیرو داریم به این صورت، یه چند ضلعی بسته درست کنن. براینده اینها میشه 0، چون نقطه به نقطه انتها رو هم دیگه هستن. نقطه ابتدا به انتها بردار 0 میشه و حاصل براینده این 4 تا نیرو الان برابر با 0 هست. خب قانون بعدی که داریم ضرب یک مقدار اسکالر، یعنی عدد، ضرب یک عدد در بردار هست. میخوایم ببینیم که عدد رو در بردار ضرب بکنیم چه اتفاقی میفته. میگه در این صورت راستای نیرو حفظ میشه، جهتش هم حالا بسته به منفی مثبت اگر
منفی بود برعکس میشه، اگر مثبت بود حفظ میشه. فقط اندازه آن در عدد ضرب میشود. مثلا نگاه بکنید، بردار پی رو اینجا داره، 1.5 پی شده برداری که اندازش 1.5 برابره، موازیه و جهتش هم برابره. منفی 2 پی شده این منفی جهتش رو برعکس کرده، اندازش 2 برابر شده ولی راستاش به هم نریخته. پس ما یه عدد رو بیایم در بردار ضرب بکنیم، راستا حفظ خواهد شد، فقط مقدار اون بردار و حالا اگر منفی داشته باشه عددی که داریم ضرب میکنیم ممکنه جهتش هم عوض بشه. بردارهای همرس چی هن؟ به مجموعه ای از نیروها که از یک نقطه عبور میکنن بهشون میگیم بردارهای همرس. حالا هر چند تا باشه، اگر از یه نقطه عبور بکنن بهشون میگیم بردارهای همرس. این بردارها رو خب یه توضیحی هم بدم بعد بریم سراغ این یکی مورد. نگاه بکنی الان اینجا نیروی S رو اومده به سمت چپ رسم کرده. خب یعنی از نقطه A به سمت چپ رسم کرده. یه جاهایی ببینید دوباره همون بردارهای لغزانه ها، ما این S رو میتونیم تو راستای خط تأثیر خودش جابجا بکنیم. میتونیم به جای این کار بیایم به این صورت رسم بکنیم S. خب یعنی به جای این حالت به این صورت هم میتونیم رسم بکنیم. باید دوستان دقت داشته باشن، یه جاهایی این نحوه رسم کردن به درد میخوره، یه جاهایی این نحوه رسم کردن به درد میخوره، ولی عموما کتابتون علاقه داره نیروها رو به این صورت، یعنی نیرو رو وارد شونده به گره رسم نکنه، نیروها رو خارج شونده از گره رسم بکنه. بیشتر علاقه داره به این صورت که همه نیروها خارج از این گره آ یا نقطه آ رسم بشن. خب این هم از این توضیح. قانون بردارهای همرس: مجموعه ای از نیروهای همرس مؤثر در یک نقطه از جسم را میتوان با بردار برآیند حاصل از جمع آنها نشون داد. یعنی چی؟ میگه ببینین الان اینجا به نقطه آ داره 3 تا نیروی P و Q و S داره اثر میکنه. میگه بیا P رو رسم بکن، پشت سرش Q رو رسم کن، پشت سرش S رو رسم بکن، بعد ابتدا رو به انتها وصل بکنی به یه بردار برآیند میرسی، به یه بردار برآیند میرسی. حالا میتونی به جای این سیستم نیرو که توی شکل آ داریم میبینیم، میتونی بیای روی نقطه آ فقط این آر رو رسم بکنی، بردار آر رو. اثری که بردار آر روی نقطه آ خواهد داشت با اثری که این 3 تا نیروی P, Q و S روی نقطه آ داره با همدیگه هم ارزن، با همدیگه یکی هستن. خب این هم از این قانون. اما تجزیه بردار، ببینین تجزیه بردار گفته شناسایی 2 یا چند بردار که برآیندشان برابر با نیروی داده شده F باشد، به این کار میگیم تجزیه بردار. بردارهای شناسایی شده را مؤلفه های بردار F مینامیم. شکل آ رو نگاه بکنین. شکل آ رو اول یه توضیح بدم، بعد این شکل ها رو خدمتتون بیشتر توضیح خواهم داد. ببینید این 3 تا نیروی Fی که توی این شکل میبینیم به رنگ قرمز، هر 3 تا با همدیگه موازی، هم اندازه و هم جهتن، یعنی با همدیگه برابر 3 تا نیروی F. خب حالا با این توضیح به 3 نحو میخوام این رو تجزیه بکنم. به 3 نحو داریم تجزیه میکنیم. تو شکل A اومدیم این رو تصویر کردیم توی این 2 تا راستایی که خدمتتون رسم کردم.
نحوه تجزیهش به این صورت شده که در حقیقت این نقطه از نقطه انتها به موازات این دوتایی که من رسم کردم دوتایی دیگه رسم شده. ضلعهای پی و یعنی دوتا ضلع مجاور F پی و کیو قرار گرفتن. این نحوه تصویر کردن در حقیقت F روی این محورها هست. توی شکل دوم همون نیرو رو اومدیم تصویر کردیم تو دو تا راستای دیگه تصویر کردیم. نحوه تصویر کردن رو هم که خدمت دوستان گفتم، مثلا همین انتهای F رو به موازات محور بالایی ما امتداد بدیم برسه پایین، این بردار پی رو ما میتونیم اینجا تشکیل بدیم، یعنی مؤلفه پیش به دست میاد. عین همین کار رو یعنی به موازات این پایینی اگر رسم بکنیم بردار کیو رو میتونیم به دست بیاریم. خب از این صحبت ها عبور بکنیم. تو شکل پایین دوباره همون نیرو رو این دفعه اومده روی یه محورهای دیگه‌ای تصویر کرده. نگاه بکنین، ما یه دونه نیرو رو، یعنی همون توضیحی که اول کار دادم، این سه تا نیروی F با هم یک، ما یه دونه نیرو رو تو سه حالت تونستیم تصویر بکنیم. نگاه بکنیم، زوج مؤلفه های مختلفی به دست آوردیم. الان P با این P متفاوته، این Q با این Q با هم متفاوته. پس ما یک بردار رو به چند شکل میتونیم تجزیه بکنیم، به بی نهایت شکل میتونیم تجزیه بکنیم. تازه اینجا ما به 2 تا بردار تجزیهش کردیم، میتونستیم به 3 تا، میتونستیم به 4 تا بردار تجزیهش بکنیم. خب پس بی نهایت تا حالت میتونیم یه بردار رو تجزیه بکنیم. ولی نگاه بکنیم پایین داره یه توضیح دیگه میده، میگه در 2 حالت زیر مؤلفه های یک بردار یکتا هستند. دیگه از اون بی نهایت تا حالت بودن میایم بیرون. یکی از مؤلفه های بردار داده شده باشد، یکی از مؤلفه ها داده شده باشه، دیگه مؤلفه بعدی دست خودمون نیست. نگاه بکنین، اگر مثلا بردار پی رو داریم، یه مؤلفه داده به ما، ببخشید من این رو بنویسم بردار F، یکی از مؤلفه ها رو داده، مثلا P رو داده. خب دیگه نیروی Q دست خودش نیست که هر سمتی باشه یا هر اندازه‌ای باشه. نیروی Q چطوری به دست میاد؟ نیروی Q رو ما باید بیایم اول نیروی F رو رسم بکنیم، این نیروی F پشت سرش Q رو ببخشید رابطمون به این صورته دیگه، P به علاوه Q مساوی هست با F، یعنی F متصل کننده ابتدا به انتها هست. مثلا F رو من به این صورت رسم میکنم، F باید به انتها برسه. P رو اگر از من انتها به این صورت در نظر بگیرم، P رو بردار Q به این صورت باید باشه، بردار Q باید به این صورت باشه که این جمع برداری درست از آب در بیاد. حالا یا Q به علاوه P مساوی F یا P به علاوه Q مساوی F، ولی به هر حال حالا این بردار Q رو میتونم بیارم اینجا رسمش بکنم، بگم آقا این بردار Qش به این صورت بوده. در حقیقت نحوه به دست آوردن، حالا من از لحاظ اندازه شاید این شکل رو درست ترسیم نکردم، یکم باید کیو رو بلندتر رسم کردم، ولی به هر حال نحوه به دست آوردن به این صورت هست.
میتونستیم از قانون تفریق هم استفاده بکنیم، یعنی این جمع برداری پی به علاوه کیو مساوی افی که داریم رو، چون الان پی رو دارم، بگم کیو مساوی هست با اف منهای پی، که اف منهای پی رو توضیح دادم، می نویسیم اف به علاوه منهای پی. خب یعنی چی؟ یعنی باید اف رو رسم بکنم، پشت سرش منفی پی رو رسم بکنم، منفی پی، ابتدا رو به انتها وصل بکنم، همون بردار کیو باید برام به دست بیاد. حالا این بردار کیو رو میتونم بردارم بیارم اینجا ترسیمش بکنم، بردار کیو رو. پس اگر یکی از مؤلفه ها داده شده باشه که توی این شکل داریم این رو میبینیم، اگر یکی از مؤلفه ها داده شده باشه دیگه دست خودمون نیست مؤلفه بعدی راستاش رو تعیین بکنیم یا اندازش رو تعیین بکنیم، از جمع برداری باید این رو به دست بیاریم. حالت دوم اینه که راستهای مؤلفه ها داده شده باشد. اگر راستها رو بهمون داده، گفته روی این راستها میخوام این رو تجزیهش بکنیم، دیگه جواب یکتاست، فقط ما 2 تا بردار میتونیم پیدا بکنیم که این 2 تا بردار جمعشون با همدیگه بشه نیروی و توی این 2 تا راستا باشن. خب ما معمولا وقتی میگیم تجزیه بردارها کدوم حالت مد نظرمونه؟ ما معمولا این حالت دوم رو مد نظرمونه و راستاهایی هم که میخوایم تجزیه بکنیم راستای x و راستای y هست که حالا جلوتر بریم دوباره خواهیم دید که ما نیروها رو توی این 2 تا محور میایم تجزیه میکنیم، نیروی p و q به این صورت که از قبل هم آشنایی داریم با این تجزیه کردن P و Q. خب یه مثال ببینیم. گفته 2 نیروی نشان داده شده به یک پیچ اثر می نمایند. برآیند نیروها را محاسبه نمایید. میخوایم این 2 تا نیرویی که اثر میکنن روی پیچ A، برآیند این 2 تا نیرو رو میخوایم به دست بیاریم. حالا کتابتون اومده خیلی ابتدایی اول کار به صورت حل ترسیمی همین رو به روش متوازی الاضلاع و روش مثلث گفته که میتونیم با خطکش و نقاله این رو رسم بکنین و در حقیقت با نقاله این زاویه رو محاسبه بکنین که مقدارش چقدر هست. با این حل ترسیمی کاری نداریم، من میرم روشی که در حقیقت ما توی این درس پیش خواهیم خدمت شما توضیح بدم. ببینین 2 تا نیرو داریم، 2 تا نیروی P، نیروی P 40 نیوتونه، نیروی Q 60 نیوتن هست. زاویه نیروی P نسبت به افق 20 درجه است، زاویه نیروی Q نسبت به افق 45 درجه است. 45 درجه. خب میخوایم این رو به صورت جمع برداری رسم بکنیم. تو اسلاید بعد ببینیم جمع برداریمون به این صورته: P به علاوه Q مساوی R هست. من برداری دارم می نویسم اینا رو، اندازه نیستن. وقتی روش این علامت بردار رو می بینین یعنی به صورت جمع نگاه بکنین. اول اومده P رو از نقطه A P رو رسم کرده. خب این بردار P که اینجا رسم شده، زاویهش نسبت به افق رو هم میدونه چقدره. این زاویه 20 درجه‌ای که اینجا میبینیم نیروی P هست. پس اولین کاری که انجام داده بردار P رو رسم کرده. بعد نگاه بکنین این خطی که کشیده
راستای پی هست. راستای پی توی شکل اصلی اگر نگاه بکنین، تو شکل اصلی تفاوت زاویه پی و کیو 25 درجه هست. بنابراین الان نگاه بکنین توی این شکل، این راستای خط تأثیر نیروی پیه. بنابراین کیو رو بخواد رسم بکنه باید 25 درجه زاویه داشته باشه. این 25 درجه رو رسم کرده، بردار کیو رو پشت سر بردار پی به این صورت ترسیم کرده. این هم از این که بردار کیو رسم شده. الان نگاه بکنین زاویه بین این دوتا که روی شکل دارم براتون پررنگ ترش میکنم، میشه 180 منهای این 25 درجه که اینجا هست، حاصلش شده 155 درجه. خب بعد از این که این زاویه بین این دوتا بردار رو به دست آورد، به راحتی میتونه از قانون کوسینوس ها استفاده کنه. میگه R به توان 2 مساوی هست با P به توان 2 40 نیوتن به توان 2 به علاوه Q به توان 2 منهای 2 برابر P ضرب در Q ضرب در کوسینوس زاویه بینشون که اینجا حاصل رو به دست آورده. یه تذکر، من تو بعضی از امتحانات وقتی برگه رو دارم اصلاح میکنم، یکی از اشتباهاتی که خیلی اتفاق میفته، دوستان این منفی رو مثبت مینویسن. خب به این حتما دقت بکنین، این منفی و مثبت رو بهش دقت بکنین. ترمای قبل جزو اشتباهات رایج توی برگه ها بود این منفی و مثبت، حتما بهش دقت بکنین. خب پس از قانون کوسینوس ها ما استفاده کردیم و این رو تونستیم به دست بیاریم. اما ببینیم از قانون سینوس ها چطوری میتونیم استفاده کنیم. ببینیم برداری که A رو داره وصل به C، یعنی ابتدا رو به انتها، این بردار برآیند یا بردار R هست. خب از قانون سینوس ها ما استفاده خواهیم کرد که زاویه بین رو به دست بیاریم. ببینید یه جاهایی ما زاویه رو داریم، از قانون سینوس ها استفاده میکنیم که مقدار بردار رو به دست بیاریم. یه جاهایی مقدار بردار رو داریم، ازش استفاده میکنیم برای اینکه زاویه رو به دست بیاریم. حالا الان اینجا چه استفاده خواهیم کرد؟ نگاه بکنین اینجا اگر زاویه این بردار آبی یا بردار آر نسبت به افق رو با آلفا نشون بدیم، با آلفا، خب آلفا نشون بدیم، ما الان میخوایم این آلفا رو به دست بیاریم. یعنی سوالمون این هست که آلفا چقدره؟ میخوایم آلفا رو به دست بیاریم. چون برای اینکه بردار رو ما تعریف بکنیم به دو تا چیز نیاز داریم. یکی اندازه‌شی که به دست آوردیم، الان اندازه بردار برآیند رو از قانون کوسینوس ها تعیین کردیم. دومین چیزی که باید به دست بیاریم زاویه اثر هست که فعلا برامون مجهوله، یعنی آلفا رو فعلا نمیدونیم چقدر هست. خب نگاه بکنیم الان اینجا من اگر زاویه آ رو، این زاویه‌ای که روی شکل براتون پررنگش کردم، اگر زاویه آ رو بتونم پیدا بکنم، خب از این ور 20 درجه رو هم میدونم، زاویه آ به علاوه 20 درجه میشه آلفا. بنابراین از همین الان میتونم بنویسم که آلفا مساوی هست با 20 درجه به علاوه زاویه آی که فعلا من نمیدونم چقدره. نگاه بکنین زاویه آ رو من به راحتی میتونم پیدا بکنم. چطوری؟ میگم روبروی زاویه آ کدوم نیرو قرار داره؟ Q. آیا مقدارش رو میدونم؟ بله این رو میدونم.
خب یه دونه زاویه دیگه هم باید بگردم. مثلا این 155 نیروی روبروش این آره که آر رو هم میدونم، پیدا کردم، اندازش رو میدونم چقدره. بنابراین میتونم بیام از قانون سینوسا استفاده کنم، بگم آر نسبتش به سینوس 155. من حالا به این صورت بنویسم، بگم نیروی آر تقسیم بر سینوس زاویه روبروش سینوس 155 این مساوی هست با کیو یعنی 60 تقسیم بر سینوس زاویه روبروش سینوس آ. خب من آر رو از بالا حساب کردم، میدونم چقدره. الان جایگذاری بکنم از این رابطه تنها مجهولی که دارم سینوس آ هست. سینوس آ رو میتونم پیدا کنم، شده 15.04 که 20 رو باهاش جمع ببندم آلفا یا زاویه در حقیقت این نیروی آبی رنگی با افق مقدارش بوده 35.04 بوده. به این صورت میتونیم این رو به دست بیاریم. ببینیم ما همیشه این زاویه B که اینجا داریم، زاویه B باید دوتا بردار پشت سر هم رسم بشن، بعد اون زاویه بینشون به دست بیاد. یعنی قانون به این صورت هست که باید این دوتا بردار پشت سر هم رسم بشن، بعد اون زاویه بینشون باید به دست بیاد. پس اگر شما میایین از این زاویه استفاده میکنین 155، ببینین این منفی مثبتی که گفتم دوستان اشتباه میکنن به همین دلیله. اگر از 155 استفاده میکنین این وسط باید منفی باشه. خب اگر از 25 استفاده بکنین من نگرانم که شما این رو قاطی بکنین اشتباه بشه. اگر از 25 درجه استفاده میکنین باید اینجا رو به علاوه بذارین، باید به علاوه باشه تا کار درست از آب در بیاد. بنابراین اگر دوتا بردار رو از یه نقطه رسم کردین و این زاویه آلفا رو به دست آوردین، این قانون باید به علاوه باشه. خب اگر نه دوتا بردار رو پشت سر هم رسم کردین، دوتا بردار پشت سر هم رسم شد و این آلفا رو به این صورت به دست آوردین، این وسط باید منها باشه. به این دقت بکنین که بعداً براتون مشکلی پیش نیاد.